سلام، وقتتون بخیر. نجمه سلک هستم از گروه بزرگ مجموعه تلتیچرز و مجموعه آموزشی فنی حرفه‌ای آریا تهران. نرم افزار اتوکد یکی از مهمترین و پرکاربردترین نرم افزارهای طراحی دو بعدی و سه بعدی و همچنین ترسیم فنیه. به طور کلی میتونیم اتوکد رو به دلیل دقت بسیار زیادش توی ترسیم‌های فوق‌العاده سریع جایگزین عالی برای میز و وسایل نقشه‌کشی مهندسی بدونیم و این نرم افزار میتونه یه نقطه شروعی برای نرم افزارهای دیگه‌ای باشه مثل تریدی مکس، مثل ریویت که خیلی نرم افزار ساده‌ایه و فقط باید وقت بذارین. توی این دوره‌ای که قرار آموزش ببینید هم دو بعدی هم سه بعدی رو آموزش میبینید. میتونید نقشه های دو بعدی رو کامل انجام بدین، اندازه گذاری بکنید، لایه بندی بکنید و اونها رو ارائه بدین، چون الان دیگه تو اکثر شرکت ها کارهای دو بعدی پروژه ها با این نرم افزار انجام میشه و پیش نیازیه گفتم برای مدل سازی های سه بعدی و همینطور نقشه های شهرداری، سازمان نقشه برداری رو تو همین فرمت فایل های اتوکد انجام میدن. تسلط توی اتوکد برای یه معمار مثل سواد خوندن و نوشتنه، یعنی یه نرم افزار پایه است و شما هرچی که روی این نرم افزار تسلط کامل داشته باشین خیلی کمکتون میکنه توی نرم افزارهای دیگه، چون بعضی از دستورا یکم مشابهه، شما خیلی راحت‌تر میتونید ورود پیدا بکنید به نرم افزارهای مثل میگم تریدی مکس و ریویت و اسکیچاپ و از این دست نرم افزارهای سه بعدی.